الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به شنیدن دروس رمضانی جلسه 29 دعوت می نمایم. عنوان جلسه امروز ما پیرامون توبه است. تمام ستایش ها از آن الله است، ذاتی که در هر موجودی دلیل و برهانی بر توحید خود قرار داد و در مخلوقاتش آن گونه که خواسته با عزت و سلطنت تصرف کرد. پرهیزگاران را برگزیده و با آنان امنیت و ایمان ارزانی داشته و گناهکاران را با بردباری و رحمت خود مشمول عفو و آمرزش قرار داده است و از روی فضل و بخشش روزی گناهکاران را قطع نکرد. اهل اخلاص را با نسیم قرب و نزدیکی خود آرامش بخشید و با یادآوری سختی روز حساب آنان را بر حذر داشت و رهرو به سوی رضایت و خوشنودی خود را در مسیرش حفاظت نمود و مؤمن را آنگاه که ایمان را در قلبش نگاشت گرامی داشت و در میان مخلوقاتش حکم کرد و امر و نهی نمود و با یاری خود آنچه را که ضعیف و سست گشته بود برپا داشت و با پند و اندرز خود آن کسی را که دچار غفلت و سهو شده بود بیدار کرد و گناهکار را به توبه فرا خواند تا گناهش را بیامرزد. پروردگار عظیم الشأن که همانندی در میان مخلوقات ندارد و به نیاز بزرگوار که به خوردن و آشامیدن نیازی ندارد. همه خلایق همواره به او نیاز دارند و شبها و روزها سخت به رحمت او محتاجند. او را می ستایم، ستایش بنده که پروردگارش را عبادت می کند و از کوتاهی و گناه خیش و درگاهش عذر می آورد و گواهی می دهم که هیچ معبودی و حقی جز الله وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد. گواهی انسان مخلص از ژرفای قلبش و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او برگزیده از میان یارانش است. درود و سلام فراوان الله بر او باد و بر ابو بکر بهترین یار او و بر عمر که شیطان در مسیرش راه نمی یابد و بر عثمان شهید نه در میدان جنگ و بر علی یاور او در نبردش و بر خاندان و یارانش و بر هر کسی که به هدایت و رهنمون او اقتدا می کند. ای برادرانم، ماه رمضان را با توبه به درگاه الله متعال از گناهان و بازگشت به سوی او با انجام آنچه او را خوشنود می سازد خاتمه ببخشید، چرا که انسان بدون از خطا و کوتاهی نیست و همه فرزندان آدم خطاکارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند. الله متعال در کتابش و پیامبر صلی الله علیه و سلم در گفتارش به طلب آمرزش از الله متعال و توبه به سوی او تشویق کرده اند. الله سبحانه می فرماید: و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه کنید تا شما را تا مدت معینی با بهره خوبی بهره‌مند سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش ببخشد و اگر روی برگردانید پس من از عذاب روز بزرگ بر شما بیمناک هستم. و نیز می فرماید: بگو من فقط انسانی مانند شما هستم، به من وحی می شود که معبود شما معبود یگانه است، پس به او روی آورید و از او آمرزش بخواهید. و همچنین می فرماید: و ای مؤمنان همگی به سوی الله توبه کنید تا رستگار شوید. و می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی الله توبه کنید توبه خالصانه. امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌های از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است وارد کند. و می فرماید: براستی که الله توبه کنندگان را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. و البته آیات قرآنی در مورد توبه بسیار است. و اما احادیث از اغر ابن یسار مزنی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: ای مردم به سوی الله توبه کنید و از او آمرزش بخواهید، چرا که من روزانه 100 بار توبه می کنم. روایت امام مسلم. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می گوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: همانا من روزانه بیش از 70 بار از الله آمرزش می خواهم و به سوی او توبه می کنم. روایت امام بخاری. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: الله متعال از توبه بنده اش بیش از فردی شادمان می شود که در بیابانی بر شتر خود سوار است و شترش که آب و غذای او را حمل می کند فرار می کند و او از یافتنش ناامید می گردد. آنگاه زیر سایه درختی می رود و ناامید از یافتن شترش دراز می کشد. در این حال که به کلی ناامید شده ناگهان شترش را می بیند که کنارش ایستاده است.
افسار شتر را میگیرد و از شدت خوشحالی میگوید یا الله تو بنده منی و من پروردگار تو هستم و به این ترتیب از شدت خوشحالی دچار اشتباه می شود. روایت امام مسلم. و شادی الله سبحانه از توبه بنده اش برای این است که توبه و عفو را دوست می دارد و بازگشت بنده اش به سوی خود را پس از گریزش می پسندد. و از انس و ابن عباس رضی الله عنه عنهم روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر فرزند آدم دره از طلا داشته باشد دوست دارد که دو دره از آن داشته باشد و دهان او را جز خاک پر نمی کند. والله متعال توبه هر کسی را که توبه کند میپذیرد. متفق علیه. پس توبه بازگشت از نافرمانی الله به سوی فرمانبرداری از اوست، زیرا تنها او معبود حقیقی است و حقیقت بندگی یعنی فروتنی و خضوع در برابر معبود از روی محبت و تعظیم. و هرگاه از بنده لغزشی و رویگردانی از طاعت پروردگارش سر زند، توبه او آن است که به سوی او بازگردد و بر آستان او همانند ایستادن فرد نیازمند و فروتن بیمناک و شکسته دل در پیشگاه او بیستد. و توبه واجب از زود هنگام و بلا فاصله باشد و تأخیر آن یا به آینده موکول کردن آن جایز نیست، زیرا الله و رسولش به آن دستور دادند و همه دستورات الله و رسولش باید فوری و با سرعت اطاعت شود، چرا که بنده نمی داند با تأخیر چی بر سرش خواهد آمد. چی بسا مرگ ناگهان او را فرا گیرد و نتواند توبه کند. و نیز اصرار بر گناه موجب سنگدلی، دوری از الله عزوجل و سستی ایمان می شود، چرا که ایمان با طاعت افزایش یافته و با معصیت کاهش می یابد. و نیز پافشاری بر گناه باعث خو گرفتن و عادت کردن به آن می شود، زیرا نفس چون به چیز خوبی گیرد جدایی از آن بر او دشوار می شود و در آن هنگام رهایی از گناه بر او سخت می گردد و شیطان در گناه دیگر بزرگتر و سنگینتر از آنچه پیشتر انجام میداده را بر رویش میگشاید. از این رو اهل علم و رهپویان میگویند همانا گناهان پیک کفر هستند. انسان در آنها مرحله به مرحله پیش می رود تا سرانجام از همه دین خود منحرف می گردد. از الله متعال عافیت و سلامتی مسئلت داریم. و توبه که الله متعال به آن دستور داده توبه نصوح است، توبه که مشتمل بر شروط پنجگانه زیر است. شرط اول این که توبه خالصانه برای الله عزوجل باشد، بدین معنا که انگیزه آن محبت و تعظیم الله، امید و پاداش او و بیم از کیفر او باشد، نه خواسته دنیوی و نه تقرب جستن نزد هیچ مخلوقی. اگر کسی چنین قصدی داشته باشد توبهش پذیرفته نمی شود، زیرا او در حقیقت به سوی الله توبه نکرده بلکه به سوی همان مقصودی که در نظر داشته توبه نموده است. شرط دوم اینکه از گناه گذشته خود پشیمان و اندوهگین باشد و آرزو کند که ای کاش آن گناه از او سر نزده بود، تا این ندامت برای او بازگشتی به سوی الله و سرشکستگی در برابر او و بیزاری از نفس دستور دهنده به بدی پدید آورد تا توبهش از روی باور و بینش باشد. شرط سوم این که بلا فاصله از گناه دست بردارد. اگر گناه به انجام کار حرام بوده همان لحظه آن را ترک کند و اگر گناه به ترک واجبی بوده در همان حال آن را بجا آورد، البته در صورتی که از عبادات جبران پذیر باشد مانند زکات و حج. از این رو توبه همراه با اصرار بر گناه پذیرفته نمی شود. مثلا اگر کسی بگوید از ربا توبه کرده است اما همچنان به تعاملات ربوی ادامه دهد، توبهش پذیرفته نیست و این جز نوعی تمسخر به الله و آیات او نخواهد بود که جز دوری بیشتر از الله برایش نتیجه ندارد. و اگر کسی از ترک نماز جماعت توبه کند در حالی که همچنان آن را ترک می کند، توبهش درست نخواهد بود. و اگر گناه به حقوق بندگان حق الناس مربوط شود، توبه از آن پذیرفته نمی شود مگر آنکه آن حقوق را ادا کند. پس اگر گناه او گرفتن مال دیگری یا انکار آن بوده است، توبهش صحیح نیست مگر آنکه مال را به صاحبش بازگرداند. اگر زنده باشد به خود او، اگر درگذشته باشد به وارثانش، و اگر وارثی نداشته باشد آن را به بیت المال بسپارد، و اگر صاحب مال را نمیشناسد آن را از طرف او صدقه دهد و الله سبحانه با آن آگاه است. و اگر گناه او غیبت مسلمانی بوده است، واجب است از او حلالیت بطلبد. اگر غیبت به گوش او رسیده یا بیم آن می رود که برسد
و اگر چنین نیست برای او آمرزش بخواهد و در همان مجلسی که غیبتش را کرده او را با صفات نیکو بستاید، زیرا نیکیها بدیها را از میان میبرند. و توبه از یک گناه همراه با اصرار بر گناه دیگری صحیح است، زیرا اعمال تجزیه پذیرند و ایمان دارای درجات است. با این حال چنین کسی شایسته وصف توبه به طور مطلق نیست و اوصاف پسندیده را که توبه کنندگان به طور مطلق از اوصاف نیکو و جایگاه رفیع مستحق آن هستند دریافت نمی کند، مگر آن که از همه گناهان به سوی الله توبه کند. شرط چهارم، این که عزم راسخ داشته باشد که در آینده به آن گناه باز نگردد، زیرا این ثمره توبه و نشانه صدق توبه کننده است. پس اگر کسی بگوید توبه کرده در حالی که عزم دارد یا متردد است که روزی به گناه بازگردد، توبهش صحیح نیست، چرا که این توبه موقتی است که صاحبش در آن به دنبال فرصتهای مناسب میگردد و چنین توبه نشان از نفرت او نسبت به گناه و گریز او از آن به سوی طاعت الله عزوجل ندارد. شرط پنجم، اینکه توبه پس از پایان یافتن زمان پذیرش توبه نباشد، زیرا اگر پس از انقضای وقت پذیرش باشد پذیرفته نخواهد شد و پایان زمان پذیرش توبه دو نوع است، یکی عمومی برای همه و دیگر اختصاصی برای هر شخص. اما پایان زمان پذیرش توبه عمومی طلوع خورشید از مغرب است. آنگاه که خورشید از مغرب برآید توبه سودی نخواهد داشت. الله متعال می فرماید: روزی که برخی از آیات پروردگارت پدیدار شود و برای آنها ظاهر شود ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عمل نیک انجام ندادند سودی به حال آنها نخواهد داشت. و مراد از برخی از آیات طلوع خورشید از مغرب است، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را چنین تفسیر کرده است. و از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: توبه همواره پذیرفته می شود تا آنگاه که خورشید از مغرب طلوع کند و چون از مغرب طلوع کرد به هر قلبی و آنچه در آن است مهر نهاده می شود و مردم از عمل باز داشته می شوند. ابن کثیر می گوید سند این حدیث حسن و قابل قبول است. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: هر کسی پیش از آن که خورشید از مغرب طلوع کند توبه نماید، الله متعال توبه اش را می پذیرد. روایت امام مسلم. و اما پایان زمان پذیرش توبه اختصاصی زمان فرا رسیدن اجل و رویارویی با مرگ است. هرگاه اجل انسان فرا رسد و مرگ را مشاهده کند دیگر توبه سودی برایش نداشته و از او پذیرفته نمی شود. الله متعال می فرماید: و برای کسانی که تا پایان عمر همواره مرتکب اعمال بد می شوند و آنگاه که مرگ یکی از آنان فرا می رسد می گوید اکنون توبه کردم، توبه در کار نیست. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: الله متعال توبه بنده را می پذیرد مادامی که جان او یعنی روحش به گلوگاه نرسیده باشد. روایت امام احمد و امام ترمذی گفته است سند این حدیث حسن و قابل قبول است. و آنگاه که توبه با همه شروط خود انجام شده و پذیرفته شود، الله متعال آن گناهی را که از آن توبه کرده محو می کند، هرچند بزرگ باشد. الله متعال می فرماید: ای پیامبر، از جانب من بگو ای بندگانم که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت الله ناامید نشوید، همانا الله همه گناهان را می بخشد، یقینا او بسیار آمرزنده مهربان است. و این آیت درباره کسانی است که توبه کرده و به سوی پروردگارشان بازگشته و تسلیم او شدند. الله متعال می فرماید: و کسی که کار بدی انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند سپس از الله آمرزش بخواهد، الله را آمرزنده مهربان خواهد یافت. الله بر شما رحم نماید. با توبه نصوح و خالصانه به سوی پروردگارتان از فرصت عمر استفاده نمایید پیش از آن که مرگ شما را غافلگیر کند و دیگر توان رهایی از آن را نداشته باشید. بار الها به ما توفیق توبه نصوح که تمام گناهان گذشته به آن محو می شود عطا فرما و مسیر آسان را برایمان هموار گردان و ما را از مسیر دشوار دور ساز و ما و پدران و مادران ما و همه مسلمانان را به رحمتت در آخرت و دنیا ببخش و بیامرز یا ارحم الراحمین. و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر همه خاندان و یاران او باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتظر حلقه بعدی باشید.